این انتخابات نیست، این بروس فرض است. این یک چیزی هست که در تاریخ 24 سالگی همین استقلالیت نبوده است تا این درجه. ما اینا میدونستیم وقتی که رفتیم به ولایت ها همین 2% اونجا معین بود، از نام حکومت ها شنیدیم. برگشتیم به کمیسیون انتخابات گفتیم اگر وجود ما در پارلمان ضرور نباشد ما اشتراک نمیکنیم. این شایان گفت که نه اشتراک کنیم. ما گفتیم از پس خود انتخاب کننده های زیاده ما پیش همین صندوق های انتخابات بیاریم و بعد 2% می نویسید ما را. این پارتی 2% نیست. 70 سال با دولت تاجیکستان می پارتی کمونیستی تشکیل کرد، حکومت سوویتی خدمت کرد. در 24 سال ما حکومت کنستیتوسیونی را ما برقرار کردیم در پهلوی پرزیدنت. او خوب میدوند که ما همکار بودیم. این چی خیلی شده است که 2% پارتی اگراری که دیروز تشکیل شده است نه در حکومت بوده است نه یگان روز در برقرار کردن دولت کنستیتوسیونی اشتراک کرده است. یک بار او اینقدر از ما پیش و ما 2%. این 2% نیست. این 2% از اول سپاری شدگی ما میدونستیم و نخواستیم اشتراک کردیم. من در انجمن علمی 31 پارتی کمونیستی برآمد کردم که اشتراک ما اصلا ضرور نیست، چون که سفارش می شود بعد ما میریم این قدر آدم قریب 400,000 آدم 400,000 انتخاب کننده را ما واخری داشتیم در تمام جمهوری. یگان جا ما را ایراد نگرفت کسی. با کفکوبی همین قبول کردن برنامه ما را. برنامه ما اجتماعی است، او برنامه شخصی نیست، او برنامه پرزیدنت شدن نیست، حکومت گرفتن نیست. او برنامه اجتماعی است که در پارلمان ما وعده دادیم. یک قدر آدم 300 قریب 400,000 انتخاب کننده در یگان جا ایراد نمیگیرد و بعد ما می بیاییم در این جا 2% می نویسم برای ما. این خیلی است. او 300,000 آدمی که با کفکوبی در بسیار ناحیه ها با کفکوبی همین راست استاده ما را پیشواز گرفتن، راست گسیل کردن. این کجا رفته است؟ من ندیدم یگام حزب دیگر که بر مردم با کفکوبی برنامه‌اش قبول کند و گسیل کند. نه اگراریش دیدم، نه اصلاحات دیدم، نه سوسیالیستیش دیدم. اینا بسیارشون عذاب ندارند اونجا. من راست گپ دیگر در از ایراد دیگر نمیدونم چی بگویم. فقط یک گفتنم در کار. یگان انمین حزب اگراری دوام حزب خلق دموکراتی است. با سپارش پرزیدنت تشکیل شده است با دستگیری وی. این دوام همین قنات است. این پارلمان دیگر با همون یک فراکسیه، 2 فراکسیه دروغه، یک فراکسیه. قنات همون قنات بالاش با قنات علاوه کردن از حساب اگراری و با چیز دیگر. یگان پرنده را دیدید که با یک قنات پیشواز چیز پرواز کرده است. یگان سمالات دیدید تیاره که با یک قنات پرواز کرده است. لیکن این حکومت ما قطعی پارلمان میخواد که با یک قنات پرواز کند. انا رای سفید سختتر پرواز کند با یک قنات. ما وعده دادیم که ما بعد انتخابات صلح و آرامش جمهوری را خللدار نمیکنیم. وعده دادیم. برآمد من شما دیدید در چیز و ما به این وعده وفا میکنیم. ما شکایت هم نمی نویسیم. و کی شکایت میکنیم؟ و کی؟ و پروکراتورا و سود و کمیسیون انتخابات همش در دست یک حزب که روبرش خلق پرزیدنت ما هست. و کی شکایت یگان فایده ندارد. لیکن ما دعوت نمیکنیم که مردم بخیزید و در میدانا را پر کنید با میتینگ بازی کنید. ما به این دعوت نمیکنیم، شکایت هم نمیکنیم. لیکن عاقبت همین انتخابات از نظر من بسیار منفی تمام می شود. عاقبتش این نمیدونم کی مشورت داده است با پرزیدنت محترم ما، نمیدونم کی مشورت داده است، لیکن انسان بود از عاقبت کار اندیشه کند. عاقبتش خوب نیست.